هلو بچه‌ها، به یکی دیگه از ویدیوهای چنل من خوش اومدین. من بعد از ماه‌ها برگشتم. درسته من 6-7 ماه پیش فعالیتم رو توی چنلم شروع کردم، ولی خب به دلایل یه سری از شرایطایی که داشتم و یه سری از مسائلی که داشتم که باید حلشون میکردم، من تقریبا فعالیتم رو قطع کردم توی یوتیوب و نیومدم. یه تایم طولانی نیومدم، دقیقاً 6-7 ماه نیومدم، ویدیویی نذاشتم. ولی خب از اونجایی که من عاشق این کارم و احساس میکنم که ویدیو آپلود کردن توی یوتیوب شاید یکی از همون کارهایی باشه که علاقه منه، گفتم که چرا که نه، این دفعه واقعا عزمم رو جزم کردم که شروع کنم و حالا حداقل هفته 2 تا ویدیو رو بذارم، چون این کار رو دوست دارم. پس این دفعه اومدم هم واسه این که شما شناخت بهتری نسبت به من داشته باشین و اینکه یه استارت ایزی هم برای من باشه. یه سری کلمه است که دوستم واسم نوشته که من باید این کلمه ها رو یکی یکی بخونم و نسبت به هر کدومش، حالا کوتاه در حد یه جمله یا 2 تا جمله، نظرم رو بگم و همین دیگه. احساس میکنم ویدیوی میتونه فانی باشه برای منی که زیاد جلوی دوربین صحبت نکردم و این استارت کارمه. پس بریم که داشته باشیم و بچه ها حمایت یادتون نره و اگه یکم کیفیت نداره ویدیوم و صدام و خودم توپق میزنم و حالا یه ذره تازه کارم، منو ببخشید به خاطر اینکه خب تازه کارم. بریم برای ویدیو. کلمه اول کلمه عشقه. با چه کلمه زیبایی هم شروع شد. خب حس من نسبت به کلمه عشق، چیزی که حالا تا این کلمه به گوش من میرسه بخواد یادم بیاد، اینه که اگه واقعی باشه خیلی قشنگه. اگه واقعی باشه واقعا و از ته قلب باشه خیلی قشنگه. اگه بخوایم فقط مثلا عشق و ریلیشنشیپ و رابطه و اینا بخوایم حساب کنیم، اگه نه، عشق به همه چیز میتونه وجود داشته باشه. تو میتونی حتی عاشق یه درخت باشی، میتونی عاشق خونت باشی، میتونی عاشق طبیعت باشی. عشق زیباست، عشق زندگی بخشه به نظر من و اگه عشقی نباشه هیچ وقت زندگی نیست به نظرم. بریم سراغ کلمه بعدی. کلمه بعدی هوا. خب هوا عامل اصلیه اصلا زندگی ما، موجودات زنده روی زمینه. احساس نمیکنم یعنی مطمئنم. خب هوا نباشه نمیتونیم نفس بکشیم. هوا واجبه، هوا باعث زنده بودن ماه. هوا رو دوست دارم. مرسی هوا که هستی. کلمه بعدی هست خانواده. به نظر من از هر چیزی توی این دنیا، از هر کسی توی این دنیا واجب تره خانواده. از هر کسی توی این دنیا واجب تره. بچه‌ها اینو تو گوشتون بکنید. تینیجرها اینو تو گوشتون بکنید. میدونم الان سخته، بذار من وقتی دفتر رو میذارم کنار، یعنی اینکه خب صحبتم میخواد یه ذره طولانی تر بشه. تینیجرها یه سریاتون میدونم الان توی شرایط سختی هستین، توی شرایطی هستین که حالا مشکلات زیادی با مامانت، بابات، با خانوادت داری، نمیذارن خیلی کارا رو بکنی، نمیذارن تنهایی بری بیرون، یا اگه میذارن محدودیت تایمی داری، اذیتت میکنن. ولی این شرایط رد میشه. این شرایط 1 سال، 2 سال، 3 سال بیشتر طول نمیکشه. این شرایط رد میشه، شما وارد بزرگسالی میشی و وقتی وارد بزرگسالی و جامعه میشی، اون موقع تازه میفهمی که خانواده چیه، کیه و چقدر به دردت میخوره. چون تنها آدمایی هستن که قلباً فکر تو هن، دلشون برای تو میسوزه و به پیشرفت و زندگی کردن تو کمک میکنن و هیچ آدمی رو تو این دنیا نمیتونی پیدا کنی که بیشتر از مامانت دلش برای تو بسوزه، بیشتر از مامانت به فکر موفقیتت باشه، به فکر زندگیت باشه، پیشرفتت باشه، رشد کردنت باشه. میدونی چی میگم؟ تو هر آدمی هم که پیدا کنی که احساس کنی فاکینگ رفیقی باهاش، یا نمیدونم به فکر تو، دلش برای تو میسوزه، اوکی باهاش، آره این پیدا میشه. ولی اول آخر بازم به یه نقطه‌ای میرسی که میفهمی هیچ کس خانوادت و اون خونه‌ای که توش زندگی کردی و بزرگ شدی نمیشن. نمیدونم، این شاید اشتباه باشه، ولی چیزیه که من طی این سالها مخصوصا بعد از مهاجرتم بهش رسیدم و متوجه شدم هیچ آدمی توی زندگی من واقعی تر از خانوادم نیستن. anyway
کلمه بعدی تتلو. نمیدونم چی بگم واقعا و ناراحت و دل شکستم به خاطر اینکه حالا حواشی‌های جدیدی شده درباره تتلو و خب ببین هیچ کس نمیتونه تا با چشمای خودش ندیده جاج کنه، یعنی قضاوت کنه و اینکه الان خیلی من نگرانشم. حالا اینجور که همتون میدونین برگشت ایران و دستگیر شد و اینجور چیزا و من واقعا قلبا نگرانشم. من قبلا تتلیتی بودم، نمیخوام بگم الان نیستم فلان، الانم هستم ولی دیگه صداشو جایی در نمیارم چون آدما جنبه ندارن به نظر من. و نظر کلی من نسبت به تتلو اینه که حرفا و نمیدونم بدیایی که بهش میکنن، فوشایی که من نمیگم تتلو بسته، هرچند موزیکاش بسته، آهنگاش بسته، من واقعا روانی آهنگاشم، ولی شخصیت خودشم من باش حال میکنم و این تهمتایی که بهش دارن میزنن و اینجوری میکنه و اونجوری میکنه و شکنجه میکنه و جنگ مگه داداشه من نمیشه که اصلا یه همچین چیزی. و ببینید این بچه رو به کجا رسوندن مردم که بعد از این همه سالی که اینجا بوده و مطمئناً اگه برگشت ایران، یعنی ما همه میدونستیم که اگه این میخواد برگرده ایران سری بالای داره، ولی به کجا رسوندینش، نمیگم شما، به کجا رسوندن این بچه رو مردم که انقدر کلافه شد که با وجود خطرات زیادی، حتی خطر مرگی که تهدیدش میکرد، تصمیم گرفت برگرده ایران، تصمیم گرفت برگرده زادگاهش. من خودم چون مهاجرت کردم واقعا درکش میکنم اینکه یا وقتایی آدم به یه نقطه‌ای میرسه که تو اون نقطه دو تا چیز فقط میتونن حالتو خوب کنن، یکی خودکشیه که البته بچه‌ها جوگیر نشید، هیچ وقت به خودتون آسیب نرسونین و این جسمی که به شما هدیه داده شده رو خیلی خوب ازش محافظت کنید و مراقبت کنید. ولی اینو داشتم میگفتم یه سری وقتا آدم به یه جایی میرسه، مخصوصا وقتی که مهاجرت کرده باشی، حالا چه معروف باشی چه غیر معروف باشی، که تنها راه یا پایان دادن به زندگیت میشه یا برگشتن به زادگاهت پیش خانوادت. و من میدونم که این آدم چقدر تحت فشار بود که همه خطرها رو به جون خرید و حالا تصمیم گرفت برگرده کشورش. امیدوارم که بلایی فقط سرش نیاد و حالا هر چی که میشه زنده بمونه، چون مرگ این آدم غم انگیز ترین مرگی میتونه باشه که توی زندگیم شاید بتونم بشنوم خبرشو و اصلا نمیخوام حتی بهش فکر کنم. anyway بریم سراغ کلمه بعدی. کلمه بعدی کیس یا همون بوس. به نظر من کیس قشنگه، بوس زیباست و فرق نداره کجا باشه، فرق داره که با کی باشه. شما فرست کس یا بوسه اولو خیلی مهمه که با کی تجربه میکنین، تو چه شرایطی تجربه میکنین و آمادگیشو دارین یا نه. اگه فرست کستونو یا بوسه اولتونو با یه آدمی که واقعا آدم درستیه و حالا احساس خوبی بهتون میده و حس خوبی بهش دارین و حالا توی ریلیشنشیپی هستین، به نظرم فرست کس یه حس خیلی قشنگه و اگه تجربهش هنوز نکردین و روزی قرار شد تجربهش کنین، به نظرم هیچ وقت از یاد نبرینش و سعی کنین رمانتیک ترین لحظتون باشه، چون بوسه اول هم هیجانیه هم ولی قشنگه. همینقدر تونستم نظرمو درباره کیس بگم. کیس کلا زیباست. میریم سراغ کلمه بعدی. کلمه بعدی دراگه. بچه‌ها تنها چیزی که درباره دراگ میتونم بهتون بگم اینه که نرید سمتش، نرید. واقعا تنها چیزیه که اصلا و ابدا نباید برید سمتش و ببخشید بچه‌ها من نمیدونم سیگار کشیدن توی یوتیوب اشکالی داره یا نه، ممنوع هست یا نه، ولی میکشم و حالا داشتم ادامه صحبتم. دقیقا همون تایمی که میخواستم بگم دراگ چیز بدیه سمتش، یعنی خودم به نخ سیگار روشن کردم. سیگار دراگ به حساب نمیاد بچه‌ها، ولی تنها نصیحت من، تنها صحبت من اینه که سمت دراگ نرید. دراگ تنها چیزیه که خانمان سوزه و
شما رو کم 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 ذره ذره تو خودش غرق میکنه و امکان داره کسایی که اعتیاد میگیرن اینجوریان که اول اونا با دراگه حال میکنن، حالا هر دراگی میخواد باشه، و بعد دراگه با اونا حال میکنه، چون دیگه اونجوری بدون دراگه نمیتونن زندگی کنن. پس سعی کنید اصلا سمت دراگ نرید و حتی بهش فکرم نکنید. اگرم رفتید کم برید، یعنی مثلا کم بزنید. یعنی مثلا چه جوری بهتون بگم، ماهیه بارش کنید، برای خودتون خط قرمز بذارید، خط قرمز داشته باشین که آقا مثلا فلان دراگو، که حالا من اسم هیچ کدومشون رو نمیخوام تو ویدیوم بیارم، فلان دراگو من دوست داشتم امتحان کردم و حالا اگه خوشم اومد ماه دیگه مثلا توی پارتی جایی یه امتحان کوچیک میکنم. ولی اصلا عادت نکنید به این قضیه و کسایی که امتحان نکردن به نظرم اصلا امتحان نکنن. چیز کسشریه به نظرم دراگ، اصلا چیزی نیست که تو زندگی واسه پیشرفتت بشه. کلمه بعدی کلمه رپه. رپ زیباست، رپ عالیه، رپ یه چیزیه که من خودم رپ خیلی گوش میدم، رپرها رو دوست دارم و بیشترین موزیک که من گوش میدم رپه. یعنی مثلا چرا موزیکای دیگه هم گوش میدم، مثلا چه میدونم موزیکای انگلیسی و خارجی و اینجور چیزا خیلی گوش میدم، ولی موزیک فارسی اگه بخوام گوش بدم بیشتر رپ گوش میدم. یعنی پاپ و ماپ و اینجور چیزا خیلی کم، یا شاید مثلا گوش ندم، ولی خب رپ فارسی رو دوست دارم، چرا که نه، من رپ فارسی رو واقعا دوستش دارم. و رپر شدن واقعا یه چیزیه که استعداد میخواد، هم استعداد میخواد هم عشق میخواد به این کار. و خیلی رپرها هستن، مخصوصا رپرهای ایرانی که توی رپ فارسی نادیده گرفته شدن واقعا. یعنی هنر دارن ولی حالا به خاطر شرایطی که دارن یا شاید توی ایرانن نتونستن بیان بالا و این حقشون نیست. وقتی که انقدر استعداد دارن نتونن بیان بالا، به نظرم به حمایت بیشتری نیاز دارن. anyway کلمه بعدی کلمه سکس. این چه کلمه هاییه برای من طراحی کردین ناموسن؟ نظر خاصی که ببین این کلمه اگه بخوام نظرم رو راجبش بگم خب باید کلا یه ویدیو جدا راجب این کلمه بشینم من صحبت کنم، چون خیلی صحبت درباره این هست، اینکه چجوری حالا خوبه اگه که اصولی و به وقتش انجام بشه و با آدم مناسبش انجام بشه خیلی خوبه، ولی اگه اصولی انجام نشه، به وقتش انجام نشه، با آدم مناسبش انجام نشه، خیلی هم خطرناکه، هم به جسمتون آسیب میرسه هم به روحتون آسیب میرسه و عواقب خوبی در پیش نداره. اگه که میگم هم به وقتش و هم اصولی و هم بدون عجله و با آدم درستش انجام بشه. حالا همینجوری کلی من نظرمو گفتم، ولی خب درباره این خیلی نصیحت ها و نظرهایی دارم که بگم، ولی خب به خاطر اینکه ویدیو طولانی نشه فقط همینقدر تونستم بگم. تینیجرها کسایی که هنوز تجربه نکردین خواهشاً عجله نکنین، خواهشاً دست نگه دارین، خواهشاً سری گول نخورین، گول حرفای حالا دوست پسراتون که حالا میدونم مثلا 18 سالگی به بعد میخواید شروع کنید، گول حرف کسی رو نخورید، به راحتی رام نشید، سعی کنید آدم درستش رو انتخاب کنید، چون اگه آدم درستش رو انتخاب کنید و توی شرایطی این کار انجام بشه که هم شما راضی باشین هم طرف راضی باشه، بدون عجله باشه و با آمادگی قبلی انجام بشه، خیلی لذت داره. ولی اگه بدون هیچ کدوم از چیزایی که گفتم انجام نشه اصلا قشنگ نیست، اصلا لذت بخش نیست و حتی ممکنه شما تا مدت ها حتی افسرده باشین. بریم سراغ کلمه بعدی. کلمه بعدی رابطه، ریلیشنشیپ. خب اینم خیلی توضیح گسترده‌ای داره بچه‌ها، ولی خب من به خاطر اینکه طولانی نشه سعی کنم یکی دو خط جواب بدم. رابطه اینجوریه که دو طرف باید برای هم دیگه تلاش کنن، دو طرف باید اگه قراره از خود گذشتگی کنن دو طرف بکنن، اگه قراره تلاش کنن دو طرف بکنن. اینجوریه که کنار هم میشه رشد کرد، میتونیم به هم دیگه کمک کنیم و همدیگر رو ببریم بالاتر و به پیشرفت هم کمک کنیم. رابطه باید این شکلی باشه، در غیر این صورت باشه واقعا چیزیه که شما رو از زندگی میندازه، از پیشرفت میندازه، دیگه حوصله ندارین هیچ کاری بکنین، دیگه انگیزتون رو ازتون میگیره. با آدم درست تو رابطه نباشین میتونم بگم اون رابطه سمه و از خیلی از رابطه‌های سم حتی خارج شدن هم سخته، چه برسه به این که حالا بخوای کنار یارو پیشرفت کنی، بزرگ شی و همدیگه رو به جاهای بالاتر ببرین. و نظر کوتاه من این بود درباره رابطه، ولی اینم باز میگم توضیحات خیلی گسترده داره که حالا
درباره هر کدومش بعدن یه ویدیو جدا من درست میکنم. کلمه بعدی کلمه پوله. کاملا واضحه که درباره این من توضیح طولانی ندارم، چون توضیح طولانی نمیشه درباره‌اش داد. پول مساویه با حرف اول و آخر توی زندگی، اول و آخر. یعنی پول نباشه نمیتونی زندگی کنی، پول نباشه نمیتونی حتی جایی نداری که بخوابی. میدونی پول حرف اول و آخره. اگه پول نباشه زندگی نیست به نظر من، و توضیح دیگه ای بیشتر از این راجع به این قضیه ندارم. پس میریم سراغ کلمه بعدی. کلمه بعدی خوشحالیه. خوشحالی توی خیلی از شاخه ها میشه توصیفش کرد. خوشحالی میتونه باعث بهتر شدن زندگی باشه و چیزایی که باعث خوشحالی میشن توی هر فردی متفاوته. یکی با کنار خانواده‌اش بودن خوشحاله، یکی با ثروتمند بودن خوشحاله که 100%. کسی با ثروتمند بودن ناراحت نیست و همه با ثروتمند بودن خوشحالن. پس خوشحالی میتونه هر دلیلی داشته باشه. میتونه یکی با کنار پارتنرش بودن همیشه خوشحاله، یکی با موفقیت توی کارش خوشحاله. خوشحالی یه حس آنیه، یه حسیه که خودت باید توی خودت به وجودش بیاری. باید بگردی ببینی چی واقعا خوشحالت میکنه، چی حالتو خوب میکنه، چی حال دلتو خوب میکنه و همونو پیدا کنی و بچسبی بهش و سعی کنی هر روز تو خودت واسه خودت قشنگ کنی، خودت خوشحال باشی. اگه سعی نکنی که خوشحال باشی هیچ وقت خوشحال نخواهی شد و اگرم باشی خوشحال نمیمونی. بریم سراغ کلمه بعدی. دوپامین. به 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 به. بچه‌ها دوپامین، اگه که کسی نمیدونه، کسی هست که اینجا نمیدونه دوپامین چیه، دوپامین اون هورمونیه که شما موقع انجام کاری که خیلی دوستش داری و باش حال میکنی توی بدن تو ترشح میشه و باعث میشه تو حس خیلی خوبی داشته باشی. مثلا برای مثال توی بدن من چجوری دوپامین ترشح میشه؟ من مثلا عاشق ویدیوهای جنایی ام. خب میشینم ویدیوهای جنایی نگاه میکنم و از نگاه کردنش و از دنبال کردن اون قضیه جنایی و اینکه حالا چه جوری پیش میره، پرونده چی میشه، کی تو دادگاه چی گفته، اینا حال میکنم، دوست دارم، مثلا وقتم میگذره وقتی که این ویدیوها رو میشینم نگاه میکنم. پس دوپامین توی بدنم ترشح میشه. دوپامین دو تا شاخه داره، یکی که دوپامین واقعی، دوپامین غیر واقعی. مثلا شما وقتی که عاشق یه نفر هستی، وقتی که بغلش میکنی یا همو میبوسین، دوپامین توی بدنتون ترشح میشه که اون حس خیلی قشنگ توی آغوش طرف مثلا بهتون دست میده. یکی این دوپامین غیر واقعی، دوپامینیه که حالا مثلا اون حسی که توی مستی میاد سراغتون، رو دراگ میاد سراغتون. دوپامین غیر واقعیه، خوشحالی و حال خوب غیر واقعی. وقتی که مثلا دراگ زدی بالایی داری کیف میکنی، اون میشه دوپامین غیر واقعی. ولی خب دوپامین واقعی هم که گفتم میتونه خیلی از چیزای ساده باشه. میتونه مثلا چه میدونم شما وقتی ناخن کار باشی و کار با مثلا وسایل ناخن رو دوست داشته باشی، وقتی با اون وسایل کار میکنی دوپامین ترشح میشه. این میشه دوپامین واقعی. پس میریم سراغ کلمه بعدی. کلمه بعدی مستقل شدن. درباره این من واقعا میتونم روزها و سالها و قرنها بشینم صحبت کنم. مستقل شدن بچه‌ها خیلی 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 سخت و همراه با مسئولیت‌های خیلی زیادیه. مستقل شدن، میدونم الان مثلا خیلی از بچه‌ها هستن که میگن ما نمیخوایم دیگه با خانواده زندگی کنیم، ما نمیخوایم دیگه فلان کنیم، دیگه میخوایم رو پای خودمون وایسیم و فلان. این خیلی قشنگه که یه سری از مثلا نوجوانای ما حتی الان اینجوریان که ما دوست داریم بریم مستقل زندگی کنیم و این خیلی خفنه، ولی از دور بچه‌ها خیلی قشنگتر از اون چیزیه که وقتی میری واردش میشی. وقتی وارد مستقل شدن میشی تازه با بگاهیاش روبرو میشی. یعنی مثلا بعد 2-3 سال تازه میفهمی او چه غلطی کردی و حالا اون موقع دیگه به خودت بستگی داره که بتونی خودتو جمع کنی، بتونی زندگی کنی، راه درست رو پیش بگیری یا اینکه نه انقدر بی اراده و ضعیف باشی که توی مشکلات زندگی غرق شی، راههای نادرست رو پیش بگیری، تسلیم بشی. پس به نظر من هر کسی که میخواد مستقل بشه، مخصوصا نوجوان و تینیجرهای ما، باید اول از همه اولین کاری که میکنی شناخت نسبت به خودته. خودتو بشناس، ببین چه جوری میتونی رشد کنی، ببین چه جوری میتونی پول در بیاری، چه جوری میتونی تنهایی رو هندل کنی. چون وقتی تنها باشی
دیگه کسی نیست که برات غذا درست کنه، کسی نیست که برات خونت رو مرتب کنه، کسی نیست که بیدارت کنه مثلا بری سر کار یا به کارهای خونت برسی، کسی نیست. کسی توی هیچ کدوم از مسائل زندگیت هیچ کس پیشت نیست وقتی مستقل میشی که واقعا دلش برای تو بسوزه و بخواد تو پیشرفت کنی. پس قبل از مستقل شدن به نظر من خودشناسی کنید و شناخت کامل نسبت به خودتون پیدا کنید و بعد رشته‌ای که میدونید توش میتونید پیشرفت کنید و حالا شغلتون بشه و کسب درآمد بشه رو انتخاب کنید و توش یه ذره پیشرفت کنید و بعد قدم بعدی میتونه عملی کردن مستقل شدنتون باشه به نظر من. کلمه بعدی مادر شدنه. خیلی حسای فکر میکنم قشنگ باید باشه توی این کلمه، ولی خب من چون تجربه ای نکردم، یعنی تجربهشو ندارم، نمیتونم همچین نظر مثلا سفتی بدم دربارش. چرا؟ تجربه نکردم که من الان 2 تا گربه دارم که واقعا حکم بچه‌هامو دارن، یعنی بچه‌هام، یعنی یه جوری بچه‌هامن که انگار من خودم زاییدمشون و واقعا عاشقشونم و حس مادری بهشون دارم و این حسو دارم که خب این وظیفه منه که زندگیشون و غذاشون و آبشون و خاکشون رو تامین کنم و بهشون عشق بدم چون مسئولیتشون رو به گردن گرفتم. ولی مادر شدن به صورت واقعی این که زایمان کنی، چون نکردم نمیتونم نظر خیلی صریحی بدم راجبش، ولی اینجوری هم که اگر من یه روزی بخوام مادر بشم قطعا اون روزی نخواهد بود جز روزی که دیگه هیچ جای زندگیم هیچ کمبودی نباشه. کمبود مالی، جایی که توش زندگی میکنم، شریک زندگیم یعنی شوهرم که قرار پدر بچه‌ام باشه و همه جنبه‌های زندگیم باید بهترین حالت ممکن و بهترین حالت ممکن خودشو داشته باشه که تازه اون موقع من اجازه اینو دارم که تصمیم بگیرم یه نفر دیگر رو به این دنیا اضافه کنم و حالا تا هر موقعی که از دستم برمیاد بهترین زندگی رو براش بسازم. پس تا قبل از این شرایطی که میگم من هیچ وقت به این موضوع فکر نمی کنم، ولی از لحاظ اینکه دوست دارم بشم یا نه، یه تایمی خیلی دوست داشتم بشم، یه تایمی واقعا تو فاز این بودم که مادر بشم و حالا اینکه اون تایم مثلا تو رابطه بودم نبودم، با کی بودم، شرایطم چجوری بود اینا رو حالا فعلا نمیخوام زیاد بازش کنم، ولی یه تایمی خیلی جوگیره این قضیه بودم و بعد که نشستم فکر کردم مثلا من خودم زندگی مستقلی خودم رو هنوز کامل نکردم و هنوز یه سری جاها واقعا کم میارم، میبرم و چجوری میخوام یه موجود زنده دیگر رو بیارم تو این دنیا، یه انسان دیگر رو بیارم تو این دنیا، چجوری میخوام مراقبت کنم ازش. و واقعا احمقانه بود وقتی که اون فاز اون موقع داشتم، ولی اینجوری هم نیستم که نه من از بچه‌ها بدم میاد، من فلانم، من نه بدم نمیاد، ولی خب میگم که موقعی که همه جنبه‌های زندگیم پرفکت باشه به این فکر میافتم که بخوام مادر بشم. یعنی به کلمه بعدی مهاجرت. کلمه‌هایی که برای من طراحی کردن کلمه‌هایی که نمیتونم توی یکی دو خط یا توی یکی دو کلمه توصیفشون کنم، به خاطر اینکه هر کدومشون صفحه ها توضیح لازم داره، یعنی صفحه ها و ساعت ها حرف دارم راجع به این کلمه ها، ولی خب از اونجایی که ویدیو طولانی میشه من باید خیلی کوتاه نظرم رو بگم و نظرم درباره مهاجرت اینه که خیلی رک بگم بهتون بچه‌ها، اگه پول ندارید مهاجرت نکنید. اگه یه خانواده پولدار ندارید مهاجرت نکنید. اگه یه شغل درست حسابی که منبع درآمد شما هست رو ندارید مهاجرت نکنید. اگه واقعا توی کشورتون مشکلی ندارید، همه چی اوکیه، تامین مهاجرت نکنید. بچه‌ها مهاجرت از دور قشنگه، از دور خیلی زیباست، از دور فاکینگ خوبه، ولی وقتی که این کارو میکنی، مخصوصا وقتی تنها این کارو میکنی، بعد از یه مدت، حتی ممکنه بعد از چند سال، توی بحران شدید افسردگی قرار میگیری، توی بحران شدید تلاش و دویدن‌های بی پایان قرار میگیری که شاید حتی اصلا جوابی هم ازشون نگیری و مهاجرت وحشتناکه. بچه‌ها همونقدر که فکر میکنین مهاجرت قشنگه، وحشتناک هم هست و باید کاملا دونسته، کاملا تحقیق کرده، کاملا آگاه باشید از اینکه دارین چی کار میکنین و بعد اون کارو بکنید. و این بود نظر من درباره مهاجرت. شاید خیلی براشون اینجوری نباشه، شاید خیلی از روز اولی که مهاجرت کردن همه چی گل و بلبل و سنبل بوده و هنوزم هست و خب نمیشه این کارش کرد، ولی نصف کسایی که مهاجرت کردن در حال حاضر من دارم میبینم که پشیمونن. یکیش خودم
و پشیمونی دیگه اون موقع فایده نداره، چون نمیتونی باز به این راحتی یا تصمیم بگیری که الان چند سال گذشته من برگردم کشورم. نمیتونی دیگه، واقعا برگشتن برات میشه یه ریسک و تو یه بحرانی گیر میکنی که نه راه پس داری نه راه پیش داری و باید هندل کنی، باید برای ادامه دادن دست و پا بزنی. کلمه بعدی یینگ یانگ رو من میشنوم یاد تتلو میفتم و تتلو خیلی حرفای جالبی درباره یینگ یانگ میزنه. توصیف خود من درباره یینگ یانگ اینه که منفی و مثبت باید در کنار هم باشن، زشتی و زیبایی باید در کنار هم باشن، خوشحالی و ناراحتی باید در کنار هم باشن و اگه هر کدوم از اینا که میگم مخالف همن یه روزی نباشن و کلا وجود نداشته باشن رو زمین، برام جالب نیست. و حالا یه مثال میزنم براتون. شما وقتی که یه اندوه خیلی بزرگ رو تجربه میکنی، یه غم خیلی بزرگ رو تجربه میکنی، بعد که از اون مرحله رد میشی و اون غم رو پشت سر میذاری و میگذرونی، بعدش به خوشحالی شاید برسی، شاید که نه، بعدش به خوشحالی میرسی. یه روزی حالت هم خوب میشه، یه روزی خیلی خوشحالی و همه چی اوکی و رواله. ته منظور من اینه که بدون ناراحتی تو هیچ وقت نمیتونی خوشحالی رو تجربه کنی و خوشحالیه به چشت بیاد. بدون زشتی تو نمیتونی زیبایی رو تشخیص بدی و متوجهش بشی. بدون سردی تو نمیتونی گرما رو حس کنی، میدونی؟ و یینگ یانگ کلا همینه. یینگ یانگ اینه که تو بپذیری زشت و زیبایی رو در کنار هم، بد و خوب در کنار هم، تاریک و روشن در کنار هم و همه اینا رو در کنار هم بپذیری تا بتونی معنای واقعی زندگی رو بهش برسی. کلمه بعدی کلمه پارتی. خدا رو شکر این کلمه نیست که بخوام خیلی فلسفی دربارش صحبت کنم. پارتی خوبه، پارتی نیاز داره هر آدمی توی زندگیش. بالاخره پارتی میتونه توی کلاب باشه، میتونه توی خونه باشه، میتونه توی باغ باشه، میتونه. ولی اگه من نصیحتی داشته باشم درباره این که بچه‌ها بیشتر سمت نوجواناست، نصیحتی هم اگه بخوام بکنم که نوجوانا اگه میرید پارتی، میرید مهمونی، حالا زیاد شناختی به همه آدمای اونجا ندارین و خیلی باهاشون صمیمی نیستین، به نظرم خیلی مراقب خودتون و اگه دختر هستین مراقب پسرای اونجا باشید و سعی کنید توی یکی دوتا پارتی اول که دارید میرید، حالا خیلی خوشحال مثلا دیسکویی میرید، کلابی میرید، اینا سعی کنید خیلی های نشین. حالا هر چیزی که مصرف میکنید خیلی های نشین، چون احتمال خطر وجود داره اگه که نوجوان باشین و بی تجربه باشین. پس پارتی کنید، عشق کنید، خوش بگذرونید. شما یه بار میاد روی این دنیا، ولی در کنارش هوشیار و آگاه باشید و خیلی 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 مراقب خودتون باشید. کلمه بعدی مسافرته که میتونم فقط توی یکی دو تا جمله بگم که دلم پر میکشه برای یه مسافرت، به خاطر اینکه مدت هاست من مسافرت نکردم و شرایطشو نداشتم، ولی خیلی خیلی زیاد نسخه مسافرتم و امیدوارم که به زودی شرایطشو به دست بیارم که یه مسافرت برم و ولاگشو حتما برای شما بگیرم، یعنی شما رو با خودم ببرم، ولی در حدی روح و جسمم نسخ مسافرته که من حتی الان جدیداً دارم شبا خواب میبینم که مثلا رفتم لب ساحل، نمیدونم رفتم فلان جنگل فلان جا هم و داره صدام میکنه، انگار که مثلا زمین و طبیعت و جاهایی که باید مثلا باشم دارن صدام میکنن، نمیدونم، ولی میتونم فقط بگم که دلم لک زده برای مسافرت. همین. کلمه بعدی کلمه رفیقه که میتونم بگم شاید اگه کلمه مقدسی وجود داشته باشه همین کلمه رفیقه، ولی در صورتی که رفیقتون رفیق باشه واقعا. و به نظرم هر کسی توی زندگیش نیاز به یه رفیق فاب و صمیمی داره که واقعا صاف باشه، اینجوری باشه، یه رو باشه، میدونی چی میگم، دروغ نباشه، رک باشه، میدونی، کسی باشه که دقیقاً عین خانواده‌تون به فکر پیشرفت شما باشه، به فکر خوشحالی شما باشه، راز نگهدار باشه و رفیق شما باشه و هر آنی مثلا رفتاراش عوض نشه و دنبال منفعت خودش نباشه. به این میتونیم بگیم یه رفیق. به نظر من کلمه رفیق میتونه یه کلمه مشابه، یعنی یه کلمه هم معنا داشته باشه، اونم امنه.
کلمه امن، امنیت و رفیق میتونن خیلی با هم دیگه مچ باشن، چون تو وقتی یه آدم درستی رفیق فاوت و صمیمیت باشه میشه امن ترین آدم زندگی، راز نگهدارترین آدم زندگی، کسی که میتونی همه مسائل زندگی تو، حتی مسائلی که با مامانت در میون نمیذاری و باهاش در میون بذارین و پیش رفیق باید خوش بگذره ولی همین جوری که توقع داریم پیش رفیق باید خوش بگذره و رفیق همیشه باید مثلا باشه تا ما حالمون خوب شه و اینا، یه جنبه، یه ساید دیگه هم داره. این رفیق واقعی اگه رفیق باشه باید هم توی شادی ها کنار شما باشه، هم توی غم ها کنار شما باشه. بچه‌ها من حافظه گوشیم خیلی کمه، واسه همین هی وسط حرف زدن من ویدیو قطع میشه و من همینطوری بدون که متوجه بشم، چون دارم تو دوربین نگاه میکنم نه بالای صفحه، بدون اینکه متوجه بشم ویدیو قطع میشه و من همینجوری دارم زر میزنم و ویدیو داره گرفته نمیشه و این اعصابمو داره خورد میکنه. پس من از اینجای ویدیو به بعد میخوام تون تون برم جلو، حالا نه خیلی ولی خب سعی میکنم توضیحاتمو کوچولو کوچولو تر بکنم. کلمه بعدی کلمه ذاته که حالا این یکی هم باز توضیح زیاد داره ولی حالا میخوام تو یه جمله بگم چون میخوام سریع برم سراغ کلمه بعدی. به نظر من مهمترین و اصلی ترین پارت وجود یه آدم، شخصیت یه آدم ذاتشه. اگه ذات نداشته باشه اون آدم هیچی نداره و خیلی هم خطرناکه برای اطرافیانش. کلمه بعدی کلمه شغله که به نظر من شغل یکی از مهمترین پارت‌های زندگی هر آدمیه و چون شغل چیزیه که ازش آدم درآمدزایی میکنه و بقیه زندگیشو میگذرونه، باید چیزی باشه که واقعا دوستش داری و به نظر من شغل تو همیشه بر اساس اون علاقه قلبی که داری انتخاب کنی. یعنی مثلا شغل اگه مثلا اون کاری باشه که وقتی انجامش میدی دوپامین ترشح میکنی و ساعت برات میگذره و حالا کمتر خسته میشی، خیلی بهتر از شغلیه که مجبوری اون کارو بکنی و حالا زیاد علاقه بهش نداری و صرفا فقط جهت درآمد داری اون کارو میکنی. پس حالا خیلی هم هستن که مجبورن و چاره‌ای ندارن که حالا یه شغلی داشته باشن که بتونن بگذرونن زندگیشونو، ولی شغل باید بر پایه علاقه قلبیت باشه تا بتونی موفق بشی توش و حالا به جای بالاتری برسی. کلمه بعدی کلمه تابو شکن میتونه باشه کلمه فاحشه. من توضیح خاصی درباره این کلمه ندارم، ترجیح میدم توضیح خاصی مثلا زیاد ندم درباره این کلمه. فقط میتونم بگم که زندگی هر کسی به خودش مربوطه، هر خانومی، هر زنی، هر دختری زندگیش تا جایی که به دیگران آسیب نرسونه به خودش مربوطه و اون کسی که حالا میان میگن مثلا فلانی فاحش است، فلانی مثلا حالا به قول خودمون جنده است، به نظرم کسی رو قضاوت نکنیم، جاج نکنیم. اگه کسی مثلا دیگه واضحا این راهو پیش گرفته، شما داری از بیرون به طرف نگاه میکنی، از داخل بهش نمیتونی نگاه کنی، با کفشای طرف نمیتونی راه بری. شاید واقعا آخرین و تنها راهی که براش مونده برای ادامه زندگی همین کار باشه. تو از کجا میدونی؟ و حالا یه سری هم هستن که واقعا دوست دارن اینطوری باشن. به نظر من کلمه فاحشه کلمه نیست که بار مثبتی داشته باشه، ولی بازم من زندگی هیچ زن و دختری رو جاج نمی‌کنم. کلمه بعدی هست دورویی که به نظر من میتونه یکی از تخمی ترین شخصیت ها، یکی از تخمی ترین خصلت هایی میتونه باشه که یه آدم میتونه داشته باشه. دورویی واقعا بده، دورویی واقعا بده و کسایی که دوروان اول آخر دستشون رو میشه، اول آخر به قول خودمون خارکسته بازیشون رو میشه و یه آدم زیادی که کنار اون شخص دورو باقی نمیمونه. به نظر من دورو نباشین، خارکسته نباشین، آدمای خوبی باشین تا آدمای خوب کنارتون بمونن. کلمه بعدی گربه. در توصیف کلمه گربه میتونم بگم عشق، زندگی، خوشحالی، خوشبختی، حال خوب، بچه هام که الان نمیدونم کجا، یکیشون اون گوشه خوابیده، الان نمیدونم مشخصه یا نه بچه هام و گربه ها خیلی موجودات گوگلی و تو دلبرویی هستن به نظر من کلا حیوونا رو دوست دارم، ولی از همه حیوونا بیشتر گربه ها رو دوست دارم و یه لحظه‌ای هست که دیگه نمیدونم انقدری که هیجانی و ذوق‌دار میشم و عشق توی من توی آن جمع میشه نسبت به مثلا حالا بچه‌های خودم، اینجوری هم که دیگه نه بغل کردنش کافیه نه بوسیدنش کافیه و رسما گازشون میگیرم. یعنی اینجوری هم که تو رو دیگه نمیشه بوس کرد، تو رو دیگه نمیشه بغل کرد، تو رو باید خورد اینجوری هم من حسم مثلا به گربه‌ها این شکلیه.
کلمه بعدی ازدواجه. بازم چون تجربهش نکردم همچین توضیح مثلا حالا استادگونه‌ای دربارش ندارم، ولی در حال حاضر طرز فکر من نسبت به ازدواج اینه که نه میدونی اینجوری هم که ازدواجو نیستم، ولی ازدواج سفیدو هستم. تو میتونی با کسی که مثلا حالا در کنارش احساس خوشبختی میکنی، احساس خوشحالی میکنی، حالت خوبه، دوستش داری، دوستت داره، زندگی کنی. البته این قضیه توی ایران صدق نمیکنه، ولی چون تو ایران نمیتونی با هر کی که دلت خواست بری زندگی کنی، حالا شرایط و کشور و قانوناش و این دریوریا هست، ولی اگه توی ایران زندگی نمیکنی به نظر من اگه سنت هم کمه به ازدواج فکر نکن. این نظر شخصی منه. تا حالا یه روزی برسه که واقعا قلباً و از هر نظر یکی رو پیدا کنی که ببینی کنار این آدم تا آخر عمرت میتونی پیر بشی و اون موقع میتونی به ازدواج فکر کنی. من خودم در حال حاضر به ازدواج فکر نمی کنم، به خاطر اینکه خیلی 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 هنوز وقت دارم، خیلی جا دارم و خیلی واسه ازدواج کوچولوام و خیلی باید در این باره تحقیق و در این باره باید خیلی فکر بشه. کلمه بعدی سیگار. بچه‌ها یکی از کسشرترین چیزایی که میتونه اعتیاد آور باشه سیگاره که به هیچ دردی نمیخوره، حتی از دراگ کسشرتره. ولی من خودم یه آدم سیگاری ام، الان سیگارم هم بغلمه اینها، ولی نکنید، نکشید. اگه کسایی که هنوز شروع نکردین شروع نکنید. سیگار اصلا خفن نیست، سیگار اصلا چیزی نیست که شما رو بزرگ نشون بده، شما رو با کلاس نشون بده، بخواد شما رو خفن نشون بده. اصلا سمت سیگار به نظر من اگه سیگاری نیستید نرین. کسایی هم که سیگاریان سعی کنن ترک کنن. سیگار یکی از چیزاییه که تو حتی دراگو شاید بتونی ترک کنی، ولی سیگاری که بشی دیگه سیگارو نمیتونی ترک کنی و ترک کردنش واقعا قدرت و اراده میخواد و به نظر من یکی از کسچرترین چیزایی که رو زمین وجود داره سیگاره. ولی من خودم سیگاریم و این بده. کلمه بعدی که کلمه آخرم هست مدیتیشنه که بچه‌ها حالا این چون کلمه آخره میخوام یه ذره بازترش کنم و توضیحات بیشتری بدم، به خاطر اینکه مدیتیشن بچه‌ها اگه بلدش باشین و دنبالش باشین خیلی خوبه. مدیتیشن، مراقبت از جسمتون، روحتون، مغزتون، افکارتون، اینا خیلی مهمه. خیلی در روز سعی کنید که مدیتیشن کنید، به هیچی فکر نکنید، شمع و عود روشن کنید، خونه رو خوشبو کنید، بلند شید یه حالا موزیک فرکانسی، مدیتیشنی چیزی بذارید و شروع کنید به کاراتون رسیدن، خونه رو تمیز کردن اگه تنها زندگی میکنید. حالا خیلی روش‌ها و راه‌های مختلفی واسه مراقبه و مدیتیشن وجود داره، ولی خب به نظر من درباره‌اش تحقیق کنید و انجامش بدید. و من یکی از چیزایی که واقعا تونسته باعث بشه که من سر پا بمونم و توی این زندگی کم نیارم، توی این داستانایی که واسه من پیش میاد، این بوده که حداقل هر روز یه کم نیم ساعت، یک ساعت رو اختصاص دادم به این که مراقبت کنم از افکارم، مراقبت کنم از روحم، مدیتیشن کنم، شمع و عود روشن کنم و فرکانس بذارم برای خودم، مراقبت کنم دیگه از فکرم، روحم، جسمم مراقبت کنم و تخلیه کنم، تخلیه بار منفی کنم. اینا همش خیلی تاثیرگذاره توی زندگیاتون. خب بچه‌ها به آخر این ویدیو رسیدیم. یه ویدیویی که من رسما دیگه اومدم توش صحبت کردم و خیلی هیجان دارم واسه آپلودش و میدونم شاید توپق زیاد زده باشم، زر زیاد زده باشم، کسچر زیاد گفته باشم. نگاهی سر این ویدیو خیلی کشیدم بچه‌ها. تو رو خدا لایک کنید، تو رو خدا کامنت بذارید، نظراتون رو بگید، نظراتون درباره این که حالا اون کلمه‌ای که گفتم رو درباره‌اش ویدیو اختصاص بدم یا نه. نظراتون رو حتما بهم بگین. این که اولین ویدیویی که رسما اومدم نشستم دارم صحبت میکنم و کاملا خودمم، به دلتون نشسته یا نه. تو رو خدا ناامیدم نکنید. من سر این ویدیو واقعا 2 ساعت داشتم آرایش میکردم، 3 ساعت داشتم لباس انتخاب میکردم، قبلش 6 ساعت داشتم خونه تمیز میکردم و بعدش تازه دنبال ایده گشتم و بعد از همه اینا گوشی من جا نداره و هر کدوم از کلمه ها رو شاید باورتون نشه 3 بار من دیدم داره فیلم نمیگیره و از اول گرفتم و خیلی سر ساختن این ویدیو خیلی زحمت کشیده میشه. نه تنها من، بقیه یوتیوبرام که حالا چه تازه شروع کردن چه از قبل شروع کرده بودن، حمایت بکنید. تو رو خدا حمایت کنید. یه لایک، یه دکمه است، یعنی هیچ زحمتی نداره. شما دستتو دراز میکنی میزنی رو اون دکمه و حمایت میشه. و کمک کردن و حمایت کردن دیگران، مخصوصا کسایی که دارن
دست و پا میزنن توی این دریای زندگی که بتونن ادامه بدن، واقعا یه کار پسندیده است و یه چیزیه که شما کارهای خوبتون رو همینجوری که کارمای کار بدتون رو میبینین، کارمای کارهای خوباتون هم میبینین. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. تا یه ویدیوی دیگه، خدافظ.